سلام دوستان عزیز خودم، خوش آمدین به کانال خودتان. من مریم هستم. امیدوارم روز خوب و خوش را آغاز کرده باشید. دوستان با یک ویدیوی خیلی جدید آمدیم. با ویدیویی آمدیم که خودم خیلی عاشقش هستم. محتویات درونش خیلی دوست دارم، چون که مربوط گربه‌ها میشه. ببینیم که گربه‌ها چیکار کردن، گربه‌ها با صاحبشان چیکار میکنن، صاحبشان با گربه‌ها چیکار میکنن. بریم سراغ ویدیو اول. Let's go. ای جان، اوی اوی، عجب لذت می برد. اما دوستا قبول دارین که هندیا گربه رو مثل خودشان میکنن که ده هر گپ کلگک بزنن برشان؟ اما خیلی نازک و گلیسته گربه من خیلی ناز هستن. یک روز با اونام ویدیو میگیرم براتون. ویدیو بعدی. درباره گربه چیز گفتن نمیتونم. گربه خیلی چیزای خوب است، خیلی ناز هستن. واقعا صاحباشون که کارا رو امرشان میکنه اونا خوب کار میکنن. من میتونم با گربه بکنم. بریم. چرا میگین گربه من خوشگل نیست؟ سیاه دیگه، سیاه هم خوشگله. الان اونایی که گربهشون سیاه نیست گربهشون خوردنیه، گربه من که سیاه نمیشه خورد. جون یعنی اتفاقا مزه تدیگ میده. میگو چه قشنگه، صدا خورش رو ببین. گربه کلش خورده. خدا میدونسته من تدیگ دوست داشتم به من کلی تدیگ داده. خوشگله دیگه. جون اخ جون چقدر نازه. واقعا خیلی ناز، خیلی چشمایش مقبول بود، خیلی خوبیش بود. گربه دیگه میگه دالی بازی با کیوترین گربه دنیا. ببینیم. چقدر وحشی. خیلی وحشی بود. به نظرتون زیادی وحشی نبود؟ اما خیلی وحشی بود. فعلا چیز گفتن نمیتونم. مرداتاشون اونجا دراز کشیدن، خواه کردن. اگه نمی آوردم براتون میدیدینشون. من فعلا در خوابشان غرض نمیگیرم. خواه کنن، خواه بخوابن. دیگه چی داریم؟ دیگه میدونیم چی داریم چی نداریم. مقبول ترین پشکی که تا حال دیده و براتون نشان میدم. ببینیم. واقعا تا حال باحال ترین و مقبول ترین و گوگولی ترین و جیگولی بوگولی جیره گربه بود که تا حالی دیدم. خیلی ناناز بود. جانم بخورم شما را. من یک ویدیو دیگه هم داریم، میخوایم ببینیم با هم دیگه. نظر بتین دوستا. من که یک نظریه دارم درباره از ویدیو. به نظر شما چطور؟ شما چی نظریه خود دادین درباره از ویدیو؟ میبوگویم من بشنک دارم. میبوگویم من گربسان در خانه نگاه میکنم. واقعا ای بگوید که من در خانه گربه نگاه میکنم. ای بگوید که من پشک دارم. درست گربسان است. کوچولویشان گوگولیت همه کلان نگاه کردن در خانه دل میخواه. واقعا دل میخواه. من دل قدر کلان ندارم، اما فعلا نام خدا دوتا گربه دارم در خانه. یکیش پلنگ است، یکیش هم سفیدک است. سفید هم نیست که کم قاطی داره، اما واقعا این بگویم من گربه ندارم. یعنی گربه ما پیش سلام میده. شیر در خانه نگاه کرده و مردم. مگه امکان داره؟ مگه میشه در خانه داخل خانه جایی باشه؟ تو نمیترسی بگو بیادر؟
من میترسم، اگه واقعا دخانیم شیر باشه میترسم. شما بگوین اگر همچین چیز از نزدیک ببینین میترسین یا همراهش دوستی میکنین؟ خب دوستای عزیزم، این بود از برنامه امروز ما. امیدوارم که از گوگلی ترین چیزایی که براتون آوردم خوشتون آمده باشه. تا ویدیوی بعد، اما یک چیز براتون بگم، تا ویدیوی بعد نمیمانم. اگر دوست داشتین از این رقم ویدیو براتون جور کنم، در کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیوی بعد شما رو به خدا میسپارم. بای.